گرفتارم مریض دارم جبور دادم خوب جایی اومدی امرو هر دردی به دل داری هر مشکلی داری اگه صبر دلون نمیتونی برا هرگز بل کنی بگو یا حسین قربونت برم السلام علیک یا ابا عبدالله خدا یعنی میشه این سلامو با کربلا به حسین بکنی خدای مردم این جوولاشی رو به عشق حسین دادن فرمود عطیه منو ببر کنار شریعه دیگه جابر ابن عبدالله انصاری آوردن کنار شریعه جابر غسل میکنه خودشو معطر میکنه مانند حجاج محرم میشه خودشو آماده میکنه فرمود عطیه این قدماتو آهسته بردار خودم از پیغمبر شنیدم چقدر ثواب می‌نویسن هر قدمی که برای زیارت حسینم برداشت